طبق نقشه چورابینی‌های پیشنهاد گردیده سرپرکراتورای حربی جمهوری تاجیکستان و پرکراتورای حربی گارنیزون باختر بین نوسکران قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان با اقدام نمایندگان پرکراتورای حربی گارنیزون باختر واخوری سودمند برگزار شد. نماینده پرکراتورای حربی گارنیزون باختر ضمن سخنرانی خویش عاید بر رسالت وطنداری محافظان درک مسئولیت شناسی و زیرکی سیاسی در مورد انجام دادن خدمت حربی از خود نمودن جسارت و شجاعت نشان دادن صحبت نمود. اظهار فرهمندی کرد که سربازان وطن در شرایط مناسب ادای خدمت میکنند. من سرباز قطار شهباز حبیب الله افتخار از آن دارم که در دوران صاحب استقلالی به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان پیوست گردیده شکرانه از آن می‌نمایم که در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان پیوست گردیم. بعد از ختم دانشگاه طول 8 ماه علاقه ما به قوای مسلح جمهوری تاجیکستان ادای خدمت نموده ایستادم. شرایط در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان خیلی خوب است و همسن سالان با جوانان گفتنی هستم که بر صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان پیوست گردیده قرض شهروندی خویش را ادا نمایند. با نظرداشت فراهم آمدن شرایط خوب خدمت نوسکران را دعوت کرد که در زمینه طلبات ماده 373 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان عاید به ویران کردن قاعده‌های آیین‌ناموی مناسبت‌های بین همدیگری خدمتچیان حربی در حالت نبودن تابعیت خدمتی در بین آنها توجه ظاهر نمایند. نماینده پرکراتورای حربی گارنیزون باختر عاید بر رعایت قاعده‌های آیین‌ناموی خدمتچیان حربی دستور و مصلحت‌های سودمند داد. سرباز قطاری ستار سیاوش هستم. طول 8 ماه می شود در این قشون‌های سرحدی ادای خدمت کرده ایستادم و تا ذره هم باشد به خلق خود به ملتم صادقانه خدمت نمایم. ما سربازان سعادتمند ختلان زمین باستانی که یک عضو تاجیکستان عزیز هستیم با نیروی اصیل تاجیکانه در راه تقویت و پایداری استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همیشه آماده ایم. من سرباز قطاری سعیدزاده بلال‌الدین پس از ختم دانشگاه به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده برای صداقت به خلق خود به وطن خدمت میکنم. نمایندگان در برابر برگزاری چنین یک ملاقات سودمند اینچنین به بود و باش خدمتچیان حربی توجه نموده از روند خدمت حربیشان دیدن نمودند. انتظار می رود که با چنین ترتیب از جانب نمایندگان پرکراتورای حربی گارنیزون باختر طبق نقشه چورابینی‌های پیشبینی شده در دیگر قسم‌های نظامی نیز بین سربازان واخوری‌های سودمند برگزار می گردد.